بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: انا زعیم ببیت فی ربض الجنه لمن ترك مراء و ان كان محقا. ما در کنج یا زاویه جنت یک قصر را ضمانت میکنم به کسی که گفتنی های بیجا را بگذاره. چی گفت؟ تو چی گفتی؟ آخر چی شد؟ چی گپاس؟ و در این مسائل آخر سلامت و ملامت، خود سلامت و دیگر ملامت میکنه. چنین گپا را رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت اگر ترک کرد ما در کنج جنت برش یک قصر را ضمانت میکنم. و انا زعیم ببیت فی وسط الجنه لمن ترك الكذب و ان كان مازحا. کسی که دروغ را بگذارد، اگر که مذاق هم کنه، در مذاق دروغ بسیار استعمال میکنه تا که مردم بخندانه و یک چیزی دیگری هم اضافه کنه، رسول الله صلی الله علیه و فرمود اگر چنین کار را کس ترک کنه من در وسط جنت قصر را برایش ضمانت میکنم. شما اگر متوجه باشین یگان وقت کسی صحبت میکنه، باز وقتی که ما کمش میگیری میگه من مذاق کردم، دروغ گفتم، مذاق کردم، مذاق نمیفهمین. نخیر، چنین عمل باید ترک شود. رسول الله صلی الله علیه و فرمود در ادامه حدیث مبارکه: و انا زعیم ببیت فی اعلی الجنه، در بالاترین و عالیترین نقطه جنت یک قصر را برای کسی ضمانت میکنم که چی کنه؟ این شخص کی باشه؟ امیر باشه؟ نخیر. وزیر باشه؟ نخیر. پولدار باشه؟ نخیر. صاحب نسب و حسب و قوت داشته باشه؟ نخیر. رسول الله صلی الله علیه و فرمود لمن حسن خلقه، کسی که اخلاقش حسنه باشه. نگاه کنین عزیزان، اخلاق حسنه به معنای خنده کردن زیاد نیست که هر جا بشین و خنده بکنی. اخلاق حسنه تعریفش این هست که به مردم نفع برسانی، چی نفع معنوی باشه و چی نفع مادی باشه. خیر الناس من ينفع الناس، بهترین مردم کسی اند که برای مردم نفع برسانه. اما به نظر بنده فقیر در این قرن 21 اگر خیر رساندن نمیتوانید، پس شر را که نمیرسانید این هم خیر است. از خیرت مرا توبه که بریم شر نرسانی. بناهن شما بکوشید تا که این سه قصر را توسط سه اعمال به دست بیاورید. اگر نشد، اخلاق حسنه و دروغ را ترک کردن و اخلاق حسنه را کسب کردن و دیگه چی گپاس؟ این خو مجالس است. آنها که پشت دیگه چی گپاس میگردن، شما ببینید که در آخر سال هیچ تولید نداره. پس ما خود ملامت میکنیم، یگان وقت دیگر ملامت میکنیم چرا پیشرفت نیست. پیشرفت به این خاطر نیست که کل مجلستان دیگه چی گپاس. از این گپای قیل و قال، کثرت السؤال، اضاعت المال اجتناب کنید. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین.